سلام و درود به شما بینندگان عزیز. بنده امانی هستم. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه. امروز در خدمت شمام تا با یک ویدیوی دیگه تو قسمت واریز و برداشت توی بروکر جذاب اوتت مارکت. این قسمت رو هم پشت سر بذارید. با آپدیت جدیدی که داده پیشنهاد میکنم تا انتهای ویدیو با من همراه باشید تا از آپدیت جدید قسمت واریز هم جانم. خب دوستان، برای وارد شدن به قسمت واریز و برداشت باید حساب کاربری خودتون رو لاگین بکنید و وارد صفحه اصلی حساب کاربریتون بشید. بعد از اینکه وارد این قسمت شدید روی گزینه بودجه کلیک بکنید و روی قسمت واریز کلیک بکنید. شما میتونید زبان این بروکر رو از روی این گزینه به فارسی تغییر بدید تا استفاده از کل صفحه پلتفرم براتون راحت تر باشه. خب آپدیت جدیدی که داده، شما هر مرحله رو تو قسمت واریز انجام میدید، مرحله بعدی واسهتون بازگشایی میشه. مثلا اینجا انتخاب واحد پول رو ازتون میخواد. تا این مرحله رو انجام ندید مرحله بعدی واسهتون باز نمیشه. بریم تک تک مراحل رو هم انجام بدیم که خیلی ساده هستش و برای ایمنی بیشتر این بروکر این آپدیت رو واسه قسمت واریز لحاظ کرده و بسیار کارآمد خواهد بود واسه شما عزیزان. خب واحد پولیمون رو اینجا انتخاب میکنیم، مثلا تتر رو انتخاب میکنیم. ببینید بعد از اینکه روی تتر کلیک کردم روش پرداخت یعنی باکس بعدی واسه من نمایش داده شد و باز شد. خب روی روش پرداخت کلیک میکنم و روی دیپوزیت تو قسمت USDT و شبکه TRC20 کلیک میکنم. وقتی این قسمت رو هم انجام میدید دو تا گزینه دیگه واسهتون باز میشه. مقدار شاخصه. خب شما اینجا باید مبلغ رو وارد بکنید. مثلا به صورت عددی من وارد میکنم 25 تتر یا 25 USDT. خب بعد از اون باز دوباره یک کادری واسه من، یک کد QR واسه من باز میشه و یک آدرسی رو به شما عزیزان نشون میده که شما میتونید توی این آدرس واریز بکنید. این آدرس رو کپی میکنید و داخل کیف پولتون، حالا یا قسمت دیگه‌ای که میخواید از اونجا به واریزتون رو انجام بدید، اونجا کپی میکنید، پست میکنید و واریزتون رو به همین راحتی انجام بدید. بعد از انجام این مراحل قسمت فرستادن درخواست کلیک بکنید تا اگر آدرستون منقضی شده باشه یک آدرس جدید واسهتون ارسال میکنه و اگر هم این گونه نباشه شما میتونید از همون آدرس قبلی استفاده بکنید و واریزتون رو انجام بدید. من پیشنهاد میکنم روی این گزینه کلیک بکنید تا یک آدرس جدید براتون لحاظ بکنه که ایمنی بیشتری هم داره. خب این بود کل قسمت واریز. واسه برداشت هم دوستان مشاهده بکنید تو قسمت بودجه باز هم موستون رو ببرید و روی برداشت کلیک بکنید. وقتی روی قسمت برداشت کلیک میکنید میگه شما باید KYC تون رو اول انجام بدید که من توی ویدیوی بعدی حتما واسهتون لحاظ میکنم. KYC تون رو انجام بدید، احراز هویتتون رو کامل بکنید تا برای قسمت برداشت هم مشکلی نداشته باشید. یک قسمت جذابی هم که این بروکر داره تو قسمت داشبورد دوستان، شما میتونید این ابزارها رو، این نمادها رو بزرگ و کوچیک بکنید، واسه خودتون به صورت دستی مرتب سازی بکنید تا همیشه در دسترستون باشه. این قسمت افزودن ویجیت هم میتونید کلیک بکنید و این گزینه ها رو تنها با یک کلیک داشته باشید. باید روی این قسمت کلیک بکنید و وقتی روی قسمت مثبت شکلش کلیک بکنید این گزینه ها رو میتونید توی این قسمت واسه خودتون جاگذاری بکنید، مرتب بکنید، کوچیک و بزرگش بکنید و استفاده بکنید. دوستان امیدوارم یک پلتفرم کامل رو واسه خودتون تدارک ببینید و هیچ مشکلی تا اینجای این بروکر نداشته باشید. اگه مشکلی بود با من در ارتباط باشید تا بتونم راهنمایی بیشتری خدمت شما عزیزان داشته باشم. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه. به انتهای این ویدیو هم رسیدیم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.